ادامه می‌دهیم به حل کردن مسئله‌های کارهای خطی خوانندگان صف‌های نو. رسیدیم به مسئله 3. میگوید که نقطه متریالی از بلندی میافتد. بیاید در اینجا من شرطش رو پورا میبینم. میگوید که نقطه متریالی از بلندی اش آزادانه میافتد. من این رو در آنجا باید میگذاشتم. عموما نقطه متریالی از بلندی اش آزادانه میافتد. این شرطی مسئله میباشد. از بلندی اش آزادانه میافتد. سوال 1 میگوید که نقطه متریالی در دوام ثانیه اول افتش چقدر راه را طی میکند. این رو باید یابیم. بیاید باز از همان فرمول گله یعنی h برابر g t کوادرات تقسیم 2 استفاده میبریم و میگذاریم قیمت های عددی رو. g ما 10 هست تقریبا. ثانیه اول شرطی مثلا گفته است ثانیه اول، پس 1 ثانیه میگیریم چون که 1 ثانیه است. در کوادرات تقسیم 2 این میشود 5 متر. یعنی جسم آزاد افتنده در ثانیه اول افتشش مسافت 5 متر را میرود. سوال دوم میگوید که در دوام ثانیه سیومی حرکت چقدر راه را طی میکند. ببینید که در اینجا میگوید که در دوام ثانیه سیومی حرکت چقدر راه را طی میکند. یعنی که این سوال کمی نازک است. نگفته است در 3 ثانیه حرکت، بلکه گفته است در دوام ثانیه سیوم. بیاید اول میابیم که در 3 ثانیه چقدر راه را طی میکند. این رو با h1 اشاره میکنیم. فرض کردیم که جسم انا همین خیلی میافتد در 3 ثانیه انا همین قدر راه را طی میکند و در دوام ثانیه سوم چقدر راه را طی میکند. برای یافتن آن ما باید یابیم که در 2 ثانیه اول چقدر راه را طی میکند. یعنی انا همین خط سبز این مسافت طی کردن آن در 2 ثانیه h2، خط سرخ مسافت طی کردن آن در 3 ثانیه h3 میباشد. پس انا این پارچه مونده باقی مونده این میشود h3 طرح h2 که خودش برابر است به انا همون مسافت طی کرده جسم در ثانیه سوم h3. یعنی مسافت طی کرده جسم در ثانیه سوم این برابر است به مسافت طی کرده آن در 3 ثانیه طرح مسافت طی کرده آن در 2 ثانیه. h1 برابر است به g t کوادرات تقسیم 2 t ما در اینجا t1 است 3 ثانیه است. h2 رو میابیم برابر است به g t2 کوادرات تقسیم 2 t2 ما 2 ثانیه است و برای یافتن s مسافت طی کرده آن از این فرمولی که با خط سرخ نوشتیم استفاده میبریم. می نویسیم s3 در 3 ثانیه برابر است به h1 یا اینکه بیاید نویسیم h3 طرح h2. یعنی که بلندی که در 3 ثانیه طی میکند طرح بلندی که در 2 ثانیه طی میکند. h3 اون میشود که g t3 کوادرات تقسیم 2 طرح g t2 کوادرات تقسیم 2. ببینید که g تقسیم 2 را از قوس برآوردن ممکن است. g تقسیم 2 t3 کوادرات طرح t2 کوادرات. خیلی در اینجا میتونیم t3 طرح t2 رو در جایشان رقم ها رو گذاشته حساب کنیم. s3 برابر است به g تقسیم 2 ما این 10 تقسیم 2 5 می شود ضرب t3 ما 3 ثانیه کوادراتش 9 طرح 2 ثانیه کوادراتش 4. 9 طرح 4 5 ضرب 5 25 می شود. 25 متر مسافت را در 3 ثانیه طی می‌کرده است. در ثانیه یکم 5 متر، در ثانیه دوم 2 را کوادراتش 4 40 تقسیم 2 20 متر 15 یعنی 20 متر در 2 ثانیه 15 متر در ثانیه دوم. عموما اگر در 3 ثانیه گیریم 3 ثانیه کوادراتش 9 میشود 90 تقسیم 2 45 از 45 انا همون 20 اوله رو طرح میکنیم 25 میبرد. بله درست. سوالی سیومی مثلا میگوید که جسم در 5 ثانیه حرکت چقدر راه را طی میکند. در اینجا هم از فرمول گله استفاده میبریم. نگفته است 5 ثانیه بلکه 5 ثانیه گفته است.
پس آسان است. جی تی کوادرات تقسیم 2 10 ضرب 5 در کوادرات تقسیم 2. 5 کوادراتش 25 ضرب 10 250 تقسیم 2 125 متر. این جواب قسمتی سیوم می باشد. قسمت چهارم میگوید که جسم در ثانیه انوم حرکت خود چقدر راه را طی میکند. برای این باز از همان اصولی که در قدم دوم اجرا کردیم استفاده میبریم. یعنی ما میگوییم که برای یافتن راه طی کرده جسم در ثانیه انوم ما باید اشی که در ثانیه انوم طی میکند طرح کنیم از اشی که در ثانیه ان مینوس یکم طی میکند. پس میگذاریم در جای انا همین اش خو اش در ثانیه انوم میشود جی ان کوادرات تقسیم 2 چطوری که در آنجا نوشتیم. طرح جی در اینجا در n مینوس 1 میگیرد البته یک ثانیه قبل از آن n طرح 1 کوادرات تقسیم 2 چطوری که در اینجا ما t1 و t2 رو انتخاب کرد t3 و t2 رو انتخاب کردیم که 2 و 3 بودند. یعنی 3 یک تایش 3 بود. بینید که در یک تایش 3 بود یک تایش 3 طرح 1 یعنی 2 آنها رو طرح کردیم. در اینجا هم همین طور تنها انا همین ifade رو ساده کردن لازم است و خلاص. برابری یا اینکه بیایید این خیلی اشاره میگذاریم s در ثانیه انوم این میشود. ببینید که در اینجا s g تقسیم 2 داریم که آنها میبرند از قوس آنها رو برآوردن ممکن است. در داخل قوس داریم n کوادرات طرح n طرح 1 در کوادرات یا اینکه g تقسیم 2 n کوادرات طرح در اینجا قوس رو میکشیم فرمول ضرب مختصر میشود n کوادرات یعنی a کوادرات طرح 2ab جمع b کوادرات و می نویسیم s ثانیه انوم برابر است به g تقسیم 2 ضرب انا اینجا قوس رو پر را میکشیم. در اینجا می شود n کوادرات طرح n کوادرات جمع 2n طرح 1. در اینجا چطوری که میبینیم n ها اختصار میشوند n کوادرات ها و ما میموند g تقسیم 2 2n مینوسی یعنی طرح 1. انا این میشود کوچیک جسم در ثانیه انومی حرکت. این بود مسئله سیوم.